سلام و درود، خیلی خوش اومدین به کانال اکسپلویتفا. امیدوارم حالتون عالی باشه. داخل این اپیزود که اولین ویدیو چنل اکسپلویتفا هستش، قراره با هم بررسی کنیم که چطور میتونیم وارد حوزه هک و امنیت بشیم. سریعترین روش های تبدیل شدن به یه هکر رو با هم بررسی میکنیم و خب یه سری نکات خیلی مهم و طلایی رو خدمتتون ارائه میدم. خب بچه‌ها، به صورت کلی اگر شما قصدن وارد حوزه هک و امنیت بشین، حالا اگر مبتدی باشین یا نیمه مبتدی، این ویدیو به دردتون میخوره و خب قطعا کارآمد خواهد بود. خب بچه، اولین قدم چه شما باید بردارین اینه که برین دنبال رودمپ ها باشین. رودمپ حالا چی هستش؟ داخل رودمپ صرفا به شما یه حالا به صورت حالا خلاصه وار بجم یه حالا لیست درختی مانند خدمت شما ارائه میدن که داخلش انواع دوره ها، انواع مسیرها، انواع قدم هایی که باید بردارین رو به صورت کلی برای شما قرار دادم و خب شما این رو الگو میگیریم و قدم به قدم این رو دنبال میکنیم و در نهایت بر مثال تبدیل میشیم به مستر حالا بر مثال حوزه که انتخاب کردین: تحلیل بدافزار، هک و حالا به قولی به اصطلاح باج بانتی، کرچر و غیره که حالا بستگی به علاقه خودتون داره. خب شما وقتی بعد وارد حالا مرجع خودتون بشین و خب سرچ کنین رودمپ هک و امنیت، صرفا انواع در واقع رودمپ ها برای شما میاد، انواع سایت ها و غیره. و خب ما صرفا اولین ریزالت رو باز میکنیم که مربوط به مجموعه گروه لیان هستش و خب داخل این مورد بچه صرفا به صورت ویدیویی اومده و خب به صورت کاملی مباحث رو خدمتتون توضیح داده، از جمله از پیش‌نیازهای امنیت شبکه که همون نتورک محسوب میشه، مثل دوره نتورک پلاس، دوره CSCU، لینوکس اسنشیال، حالا برنامه‌نویسی پایتون که توی مبحث اتوماسیون خیلی کارآمده، اما خب چون امروز هوش مصنوعی اومدن کارتون رو راحت تر میکنن و خب شما نیاز نیست حتی نمیدونم برنامه نویسی کنیم، به صورت کلی یه پرامپت رو ارسال کنید سمت هوش مصنوعی و تمام و شما این کار رو انجام میده و توی حالا نمیدونم 10 ثانیه 20 ثانیه کارتون رو راه میندازه. و خب این قسمت هم اومده پیشنهادهای شبکه رو خدمتتون ارائه داده، مثل دوره های مایکروسافت، MCSA و غیره. حالا دوره های سیسکو چه همشون مربوط به شبکه هستن. دوره لینوکس LP 1 2 3 چه کار آمدن، باز حالا مربوط به میکروتیچ. دوره های برنامه نویسی مثل جاوا اسکریپت، SP، PHP، SQL، حالا شبکه روبی، سی هستش، پایتون هستش، پرل هستش، تست نفوذ موبایل، سویفت، جاوا، حالا مهندسی معکوس، زبانهای خانواده و اسمبلی و غیره. حالا صرفا اینجا اومده دوره های حالا به قولی شبکه رو که مربوط به هک و امنیت هستن رو خدمتتون توضیح داده، از جمله دوره CET، حالا دوره سنس، PWK، پنتست ویت کالی و حالا دوره های سنس که کاملا در واقع صحیح هستن. شما میتونید همین موارد رو دنبال کنین و خب شما به راحتی وارد این حوزه میشین. و خب این دوره حالا ممکنه طولانی هم باشه، اجای هم حالا دوره های دیگه هم داریم و خب میخواین وارد این حوزه بشین، پیشنهاد میکنم حتما صرفا همون دوره هم حالا میتونید ببینید، تفاوتی نداره، حالا بستگی داره چه محتواش چه مواردی باشن. در کل این از در واقع قدم اولمون داخل وارد شدن به حوزه هک و امنیت. خب قدم دوم بچه‌ها صرفا مراجعه به این دوره هستش. میبینین به صورت کلی یه هکری رو نداریم که بیاد فقط این دوره هایی که میبینین رو گذرونده باشه و خب یه هکر محسوب بشه، یه هکر حرفه‌ای. شما اگه تمام این دوره ها رو بگذرونین، خب آقا فرض کنیم توی یه سال تمام این دوره هایی که میبینین رو کامل مشاهده کردین و تموم کردین و خب بعد از اون یه سال بچه‌ها شما صرفا از اون 100% مباحثی که حالا داخل این دوره ها یاد گرفتین کلا 10% مباحث رو به یاد میاریم و خب میتونید از اون استفاده کنید. مابقی رو باید حتما یا سرچ کنین یا نمیدونم حالا یه مقاله در رابطش بخونین، مطالعه کنین تا همونا رو به قولی به اصطلاح مجدد به یادتون بیاد به اصطلاح. خب شما باید این وسط نوت برداری رو انجام بدین. به صورت کلی شما نمیدونم وقتی وارد دوره حالا برنامه‌نویسی بر مثال PHP شدین، صرفا نوت برداری انجام بدین، یه سرفصل برای خودتون انتخاب کنین، بر مثال سرفصل برنامه‌نویسی و خب بیاین برنامه‌نویسی PHP رو جلسه به جلسه دقت کنین. مثلا شما صرفا هر جلسه رو گذروندین، بگین بعدش حالا داخل ویژوال استودیو کد یا حالا آیدی های دیگه یا صرفا داخل تکست ادیتور و غیره کد نویسی انجام بدید برای خودتون و خب صرفا همونی که یاد گرفتین رو حتی میتونید داخل حالا دفترتون هم در واقع نوت برداری کنین، همون رو مجدد پیاده کنین. همینم در واقع جای تحسین داره و خب کارآمده، قطعا کمکتون میکنه توی این مباحث.
و خب قطعا داخل دوره‌های دیگه مثل CS تا PWC یه چند حالا پیشرفته هستند، باید حتما نوت بداری کنین، صرفا بعدش هم بریم به صورت کلی تمام این موارد رو، تمام برای مثال آموزش‌ها چی می‌بینیم، برای مثال کار با متال اسپلویت، نمیدونم کار با WPS جن، کار با نمیدونم دیچ و غیره، حالا در واقع در صورت شبکه هستن، کامل بریم پیاده کنیم و یادش بگیریم. و خب قدم بعدیمون داخل این حوزه بچه‌ها صرفا اینه که بریم خودمون دنبال حالا مطالب باشین. نمیدونم آقا شما حالا یه جایی هستین و خب یه چی میاد کلمه ریت لیمیتینگ رو داخل حوزه هک و امنیت و آسیب‌پذیری خدمتتون میگه، وقت شما میگید آقا اصلا چی هستش، چه آسیب‌پذیری هستش. توی این مورد صرفا شما مراجعه میکنین به گوگل و خب همین رو سرچ میکنین، آخرش هم یه وال اضافه میکنین، خود گوگل میفهمه که آقا شما منظور شما آسیب‌پذیر ریت لیمیتینگ هستش و خب به صورت کلی توضیح خدمتتون اینجا ارائه میده. حالا میتونید در واقع همون ترجمه کنین، اما خب به صورت خلاصه وار حالا معنی ریت لیمیتینگ همون در واقع اتچ دنیال آف سرویس یا همون DOC محسوب میشه. و خب حالا مجموعه های دیگه، سایت های دیگه هم وجود داره مثل ترای هکمی، نمیدونم حالا پورتسوگر و غیره، چه کامل میان خدمتتون یه سری آزمایشگاه ها قرار میدن، چه میتونین داخلشون حالا مباحث هک و امنیت رو پیاده کنین، چه شبیه سازی هستن، صرفا شما یه اکانت میسازین، واردش میشین، همینا رو پیاده میکنین. حالا بعد از اینکه همینا پیاده کردین آقا میتونین برین وارد حوزه واقعی بشین، ریالیتی بشین و خب شروع کنیم به باج مانتی روی سایت های واقعی. همین آسیب‌پذیری یاد گرفتین رو ببین آقا پیجیش بشین، حتی یه بارم شده به همین شکل باز پیاده کنیم ببینید اصلا شاید این آسیب‌پذیری رو داشته باشیم سایتمون و خب شما میتونید حتی یه بانتی رو دریافت کنید. به صورت کلی سایت ترای هکمی هستش، پورت سویگر هم هستش، به صورت کلی میتونید وارد این سایت ها بشین، کار رو انجام بدین. حالا اگر اصلا نمیتونید در واقع وارد این سایت ها بشین، لاگین کنین یا کلا مشکل دارین و اگر علاقه‌مند هستین، بنده خودم جلسات بعدی صرفا حالا جداگونه میگیم برای مثال وارد سایت پورت سویگر میشیم، یه سری آزمایشگاه رو با هم حل میکنیم و قدم به قدم میریم جلوتر. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، لایک و حالا سابسکرایب، کامنت فراموش نشه. جلسات بعدی میبینمتون.